به نام خدا سلام عرض کنم خدمت همه دوستان عزیز. وقت همگی بخیر باشه. چارت طلا رو شروع تحلیلمون قرار میدیم از آکادمی آموزشی با ما. خیلی خوشحالیم که با ما هستیم و بریم سراغ چارت. و اگه دیروز یادتون باشه، دیروز خدمتون عرض کردم در این محدوده های گره کندلی 1989 و یا این سقف منتظر ریزش باشید که دقیقا این اتفاق افتاد و هم محدوده اعلام شده برای خرید هم دقیقا واکنش صعودی نشون داد. و امروز سقفی که برامون اهمیت داره 1992 همین سقف قبلی دیروز است که اون رو بریک بکنه میتونه تا ناحیه 2005 تا 2010 که یک ناحیه بیس در تایم فریم 4 ساعت برای ما است که مشخص کردن میتونه رشد داشته باشه و اگر این ترند لاین بریک اوت بشه، یعنی یکی از راه ها اینه که زیر این ناحیه به دنبال سیگنال ریزشی باشیم. اگر این ترند لاین بریک اوت بشه میتونه تا محدوده 1973 بیاد و از اینجا مجددا به دنبال خرید خواهیم بود. البته یک ناحیه مهمتر پایینتری هم داریم 1960 هستش که اگر این رو رد بکنه از 60 باز هم به دنبال خرید میتونیم باشیم. خب شاخص داو جونز رو با هم بررسی میکنیم. تایم فریم 15 ناحیه اهمیت داره امروز 33089 و این کپ 32777 و ثبت میکنیم که قیمت به یکی از این نواحی برسه و با دیدن ریاکشن ها میتونیم معاملات خرید از کف، یعنی اگر بیاد اینجا تریگر خوبی بهمون بده همینجا خرید رو میگیریم. اما اگر این شادوها رو بپوشونه بریک اوت بشه فروش رو از همین ناحیه میتونیم بگیریم که ناحیه بعدی میتونه تا محدوده 32 حدوداً 32500 ریزش داشته باشه. و نزدک رو ما بررسی میکنیم. اگر یادتون باشه این خط قرمزی که اینجا براتون کشیدم یک کندل بیس در تایم فریم های 4 ساعته برامون هستش که اگر تایم فریم رو 1 ساعته قرار بدم ببینید این رو بریک اوت کرده اما مجددا اون رو اینگولف کرده، یعنی اینکه احتمال خیلی زیاد این یک فیلد بریک اوت باشه و به همین خاطر اگر قیمت بیاد رو به پایین رو به این کف و تثبیت بشه احتمالاً این رو بریک اوت شده در نظر بگیریم و ریزش بیشتری رو از شاخص ببینیم. و اما حالت بهتر برای معامله این است که صبر کنیم به این کندل اوردر بلاک ما برسه و از اینجا اول به دنبال تریگر برای فروش باشم و اگر رشد تثبیت بشه یعنی این شادوها رو بپوشونه خرید رو ازش خواهم گرفت. خب یورو یو اس دی رو با هم بررسی میکنیم و دیروز خدمتتون عرض کردم این محدوده بیس ما اگر رد بشه فروش اگه امکان داره بیاد بالا که این اتفاق افتاد و الان احتمال زیاد رو به پایین برگرده و تایم فریم رو پایین قرار میدم. ببینید ترند ما رو بریک اوت بکنه تثبیت بده از همینجا میتونم وارد فروش بشم و صبر میکنم که واکنش قیمت به این محدوده رو بررسی کنم و شاید کف رو بتونه بزنه و ریزش بیشتری هم ازش داشته باشم. و یوروکد رو میبینیم که قیمت به سقف برخورد کرده، تریگر خوبی بهمون داده و اینجا با هر پولبکی ما وارد فروش تا کف پایین تر میتونیم بشیم. یورو جی بی پی و بریم تایم فریم 1 ساعتی که کلیت دقیق تری ازش ببینیم. اگه خاطرتون باشه دیروز اینجا فروش رو گفتیم و الان احتمالاً از این محدوده بیاد رو به پایین این کف رو بزن تاچ بکنه 868 و از اینجا مجدد میتونیم بررسی بکنیم براش و ببینیم که اگر زیر این ناحیه تثبیت بده یعنی این رو بریک اوت بکنه کلا کانال بریک اوت شده و حداقل میتونه تا بیس پایین تر 864 ریزش بکنه و یا اینکه حالا از اینجا بیاد و ریورس بشه رو بالا. بر هر صورت الان میانه هستش و بهترین حالت این هستش که صبر کنیم به یکی از این سطوح برسه برای ورود به معاملاتمون یورو جی پی وای
و همچنان روی این سطح و خیلی قدرتمند نتونسته رو بالا بره. برای معاملات امروز روی این چارت تایم فریم رو پایین قرار میدم و این کف و همچنین سقفش رو میام مشخص میکنم. در بهترین حالت به این شکل ازش میتونم معامله بگیرم. صبر میکنم به اینجا برسه. اگر زیر این شادو کلوز بده فروش رو میگیرم و اگر اینجا مجددا کندل های ریورسی مثل این کندل ببینم مجدد خرید رو ازش میگیرم. USD CAD رو با هم بررسی میکنیم. عذرخواهی میکنم. و دیروز اینجا بریک شده بود. پول بکش رو اینجا خدمتتون عرض کردم. خرید رو داد. یک سقف 1.384 رو ایجاد کرده و الان مجدد داره یک اصلاح رو پایین رو میزنه و دوباره این کف قیمت برسه این ترند رو بریک بکنه وارد خرید میتونم ازش بشم. USD JPY یک ساعتش رو اول با هم بررسی بکنیم. ببینیم قیمت مجدد داره میاد روی این همش ریختم این ناحیه هستش. قیمت داره میاد این سقف رو مجدد تاچ بکنه و از این ناحیه میتونم دوباره به دنبال تریگر برای خرید باشم. USD CHF و خروج از کانال. من اینجا دیروز گفتم یه اصلاح میزنه، اصلاحش رو زده. امروز به احتمال بسیار بالا این سقف رو بریک بکنه و بتونه رشدش رو ادامه بده تا این محدوده 908 در روزهای آینده. و NZD-USD دیروز اینجا خرید رو گفتیم. همین محدوده الان این محدوده اصلاحش رو انجام داده و در محدوده 582 به دنبال فروش میتونیم بگردیم. GBP-USD یک فیل بریک اوتی رو در این کف داشته. اینجا با برخورد به این ناحیه شادو ریزش رو به همون داده. میشه وارد فروش بشیم با استاپ پشت این شادو و TP هم این محدوده. و GBP JPY هم به همین شکل است. بعد از دیروز یه رشد از این کف داشته به این ناحیه شادو رسیده، واکنش ریزشی داشته و میتونیم فروش رو تا این کف ازش داشته. AUD USD رو با هم میبینیم که قیمت در این میانه قرار گرفته. احتمالاً بتونه خودش رو تا سقف برسونه ولی احتمال ریزش هم در این ناحیه وجود داره و به همین خاطر این ترند رو میتونیم این شکل بکشیم و در این محدوده 634 اگر ترند رو بریک اوت بکنه میتونیم فروش رو بگیریم. و در نهایت یورو AUD که همچنان بعد از دیروز برخورد به این ناحیه ریزش خوبی رو داشته و امروز هم در هر پولبک از این محدوده 1.667 میتونی فروش رو تا کف 1.657 بگیریم. موفق و مؤید باشید. منتظر کامنت ها هستیم. تحلیل‌های درخواستیتون رو برامون کامنت بکنید و به دوستان خودتون هم کانال ما رو معرفی بفرمایید. موفق باشید. خدا نگهدار.